دادگاه انقلاب اسلامی فائقه آتشین معروف با نام گوگوش خواننده شناخته ایران را در غیبش به 16 سال زندان محکوم کرده است. این خبر را روزنامه حمایت نشریه وابسته به دادگاه ایران چاپ کرد. در قطار گوگوش چند تن از ایرانیان خارج از کشور از جمله روزنامه‌نگار نیک آهنگ کفسر و بلاگنویس مرضیه آرمین به 4 سالی، عکسبردار تارا اینانلو به 1 سال، مدیر شبکه جی تی وی سعید کریمیان به 6 سال و فعال شبکه‌های اجتماعی امین انوری رستمی به 7 سال زندان محکوم شدند. این حکم‌ها در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و این افراد به فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام و امنیت ملی کشور و توهین به برخی از مقام‌های ایران متهم دانسته شدند. خود گوگوش تا حال به این حکم واکنش نکرده است. خواننده معروف ایرانی گوگوش سال 1979 در دوره انقلاب اسلامی در خارج از ایران بود، ولی با خواهش خود به جمهوری اسلامی برگشت و طول بیش از 20 سال خاموش ماند. در سال 2000 گوگوش امکان یافت که ایران را ترک نموده در غرب مسکون شود.